این کیس جدید منه، چسبیده به هم مثل کنه، جای جفتمون توی کفنه. ریس 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 ریس. جان ریس ریس، تو بهترین خری هستی که من داشتم. حالا یه گزارشی از کارهایی که تو این 2 سال انجام داده ای همی بده. باشه کت خدا، الان پروپاکانی میکنم. بیا خودت ببین. این کویره؟ نه کت خدا، این جنگله. من هرچه درخت تو جنگل بود نابود کردم که دیگه هر کس نتونه بگه کت خدا به جنگل ها رسیدگی نمی کند. ای جونم، دریاچه ها رو چه کار کردی؟ دریای شمالی رو دادم روساباد، دردسرش زیاد بود. دریاچه نمک نمیشد به کسی داد، زدم خشکش کردم. آب روستا را قطع کردم که هر کس که گفت چرا آب مجانی نکردید بگیم اصلا آبی نیست که بخواهد مجانی بشود. به خال زدی ریس ریس، به خال زدی. بگو ببینم کیال را چه کردی؟ کیال را تبدیل به پهن کردم، پهن را هم انداختم در آتش سوزاندم. مشکل گرانی و اینها را کامل ریشه‌کن کردم. پس خودمان چگونه اختلاس کنیم؟ خیالت راحت باشد کت خدا، خودمان با ادلار اختلاس همی می کنیم. آورین آورین. از برنامه‌های آینده‌ات هم بگو. برای آینده طرحهای بسیار بنیادینی همی دارم. تمام خانه‌های فینیتو را به جز بیت کت خدا خراب می کنم تا دیگر نه دهکده‌ای باشد نه اهالی که برای کت خدا مشکل ایجاد همی کنند. از برنامه‌های ریسیس گفتی؟ این هم از برنامه‌های اهالی برای کت خدا.